حس غرور به آدم دست میده. خیلی باعث غرور کشور وطنه. واقعا لذت بردم از اینکه یک ایرانی ام. دوران بزن در رو دیگه تموم شد. این حس غرور یک شبه به دست نیامده. اینجا رو گذاشتید که یادمون نره. برای خودمون هم لازمه که بدونیم گذشتمون چی بوده، فراموش نکنیم گذشتمون رو. خوبه. سردار از روزهایی میگفت که توپ و تفنگ هم نداشتیم. تحریم تسلیحاتی بودیم، همینا رو به ما نمیدادن دیگه. اما حالا نمیدانیم از کدام بگوییم. سردار، موشکی شدن ما از کجا شروع شد؟ خب سال 63 اولین موشک‌های زمین به زمین به لطف الهی به دستمون رسید. منظور این موشک هاست که از لیبی به دستمان رسید. مبنایی شد برای حرکت داخلی و بومی سازی. منتها این کارم کار پیچیده و سختی بود، چون زیرساختاش هیچ شد کشور نداشت. خیلی طول کشید، ولی الان خب رسیدیم به تراز جهانی واقعا، یعنی جزو چند کشور برتر جهان در حوزه موشکی هستیم. البته بخشای دیگه هم همینطور. کار پیچیده و سختی که از ابتدا یک پشتیبان داشت. اونی که ما گفتیم با کسی تعارف نداشت. من اگر به ذهنم این بود که نیروی هوایی سپاه نمیخواهیم، میگفتن نیروی هوایی سپاه نمیخواهیم. نیروی هوایی نداشت. وقتی نوشتیم نیروی هوایی سپاه میخواهیم، اینم شرح وظایفش، این معنیش است که اینو میخواهیم، این احتیاج داره کشور. و کار جلو رفت. حضرت آقا زمان رئیس جمهور بودن سال 64. من یادمه اولین جلسه رو برای ساخت موشک گذاشتن. از این موشکایی که از لیبی گرفته بودیم آورده بودیم اونجا برای مهندسی معکوس. متخصصین میترسیدن اینا رو باز کنن، یعنی نگران بودن. آقا بهشون شجاعت داد، گفت چرا رو باز نکردید؟ حالا اونا یه چیزایی گفتند و آقا گفت نترسید این کارو بکنید، ولی نیاز جبهه فشار میاره، ممکنه بیان ببرن اینا رو استفاده کنن. اولین کلنگ کارخونه موشکی زمین به زمین با سال 1366 رو آقا اومدن کلنگ کارخونه رو زدن. بله. و یادش بخیر پدر موشکی ایران. یادمان شهید تهرانی مقدم هست. بله. یه تصویر دیدم شما و شهید تهرانی مقدم چقدر جوان بودید، دارید روی موشک کار میکنید. چند سالتونه اونجا؟ مگه فکر کردی از اول ما پیر بودیم؟ و توانمندی شهید تهرانی مقدم و یارانش جواب. مسیری طولانی که خیلی ها در آن نقش آفرینی کردند. این رو ما گرفتیم مهندسی معکوس بله کردیم. دیگه این بله این از روی این شروع شد کار موشکی. شروع شد و حالا به اینجا رسیده. فتاح. به این جنبندی رسیدیم که ما باید برای چند سال آینده هم یه فضای اطمینان بخش ایجاد بکنیم. اگر دشمنم کار کرد اون بخشا ما کم نگیریم. رفتیم دنبال موشک فتاح. فتاح یک، موشکی که دشمن دوست نداشت باورش کند. ایران به صورت غیرمنتظره از عامل دیگری رونمایی کرد که نگران کننده است. این عامل موشک فراسوت پیشرفته است که تولید خود ایران است و تا کنون مشابه آن در ایران شاهد نبوده ایم. اینا همه مال ذهن بچهای خودمونه. آره. خارج اومدیم کپی کردیم. اصلا بعضیش نیست تو خارج. مانورپذیر هایپرسونیک بالستیکه، یعنی قشنگ جا خالی میده. آره. منتها چیز از ارتفاع بالا داره میاد، همینطوری داره، یعنی قابل تعقیب نیست دیگه. به هیچ وجه اینا دیگه چیه نمیتونم بزنم. اما فتاح یک هم برای ما قدیمی شد. باز یه اتفاق نوع دیگه. فتاح دو. فاصله هم کمه ها. ببینید فتاح یک رو ما تازه رونمایی کردیم. تازه رونمایی شده بود. شما فتاح دو رو رونمایی کرد. علتش اینه که ببینید ما اومدیم گفتیم ما نوع بالستیک رو داریم، حالا میخوایم کروزش رو داشته باشیم. هم 360 درجه کردیم، هم تو ارتفاع بالا، هم ارتفاع پایین، هم سرعت پایین، هم سرعت بالا. اما رسیدن موشک ها به این نقطه زنی
پشتیبانش همان کسی است که از روز اول در کنارشان بود. گفتم عجب چیز سختی رو آقا از ما خواست و خب اومدیم دنبال کردیم. تو مجموعه خودمونم برای بچه‌ها میگفتن که خب این که نمیشه، سخته. گفتم خب آقا خواسته دیگه چیکارش کنیم دیگه، باید انجام بدیم. و حالا کسی که نام فتاح را انتخاب کرده بود آمد تا دستاوردها رو از نزدیک ببیند. الان این رو که ملاحظه می‌فرمایید 10 تا موشک رو همزمان میتونه شلیک کنه. این موشک با این کوچیکی بردش میشه 1800 مانور این فولاده. تمام کار اما فقط در حوزه موشکی نبوده. از 2.5 کیلو تا 3.5 تن. 3.5 تن غزه است؟ بله. نخبگان گمنام هوافضای سپاه حالا در طراحی و تولید پهپاد هم دستمان را حسابی پر کرده. عملیاتی که در مقابل داعش داشتیم خیلی کمک کرد. آره. 129 حدود شاید 20,000 ساعت پروازهای عملیاتی داشتیم. سردار از مطالبات آقا برای بروز بودن علم و تجهیزات نظامی گفت. آقا پیگیر پهپادی هم همواره بودند. حالا بعضی اوقات مثلا پیگیری پهپادی بیشتر از موشکی هم، چون تو این سال‌ها یه دفعه چیز اوج گرفته پهپاد. یعنی بروز بودن ما. آره. و پهپادی که حالا در دنیا حرفها برای گفتن دارد. نامش شاهد 147 است. بالش 26 متر از بالا، 26 متر طول بالشه. یک هواپیمایی که برای کارهای اطلاعاتی خیلی امکان خوبی به ما میده. موقعی که تو ارتفاع 60,000 پا هست، تقریبا آرکیفور امریکایی هم چیز دیگه، اونم ما 60,000 پا پرواز میکنه. امکان دید رو تو ماورای افق میده. رادارش 450 کیلومتر برد داره. اما از مهران بگیم. 2 نوع موشک فعلا داره. موشک مهران که خودش 200 کیلومتر و 320 کیلومتر. مهران در کنار سامانه‌های دیگر وظیفش امن نگه داشتن آسمان ایران است. الان اینجوریه جنگنده ها میان تو فاصله 110 120 تا 130 کیلومتری بمبای خودشون رها میکنن. خب ما نیاز داریم در دوردست دوریستاها رو بتونیم بزنیم، هواپیمای دوریستا رو بتونیم بزنیم و سامانه مهران در واقع این کار رو میتونه بکنه و حسن بزرگش چیه؟ به متحرک بودنش. امروز مثلا فرض کنید میاد میسته شلیک میکنه، هدفشو میزنه، بعد بلافاصله جابجا میشه. و مهران هم در حضور رهبر انقلاب معرفی و رونمایی شد. وقتی این گزارش ها رو به آقا میدید، میگید که آقا تموم شد، به اجرا رسید، چی میگن؟ به سوال آقا خودت دیروز سوال کردی دیگه. عالی بود. آقا از رخ دادن یک معجزه گفتند. هم نیروی ایمان پشت سرشونه، هم توانایی علمی. این دو وقتی با هم دیگه همراه بشه معجزه میکنه. این معجزه رو دارن بچه‌های ما، جوانای ما الحمدلله در بخش‌های مختلف میکنن. یکی از بهترین بخش‌ها ما این بخش نظامی است. و بیشک این نقطه پایان دستاوردهای موشکی و پهپادی و سامانه‌های ما نیست. صدای سوال راحت بپرسم. شاید یه عده الان بگم آقا خب برای چی این همه؟ ما مگه قرار جنگ شه؟ قرار اتفاقی بیفته؟ موشک، پهپاد، نمیدونم سامانه، اینا رو تولید داره میشه که برای اینکه جنگ اتفاق نیفته. ما چند سال پیش که یادمون نرفته گزینه‌های روی میز همیشه مطرح بود از طرف دشمن، دیگه الان مطرح نیست. ما اگر قوی شدیم جنگی رخ نمیده و اگر خدا نکرده کسی اشتباه کرد و رخ داد، اون موقع با قدرت غلبه میکنیم. خیلی مخلصیم سردار. ان شاءالله تنتون سلامت باشه، شما و یارانتون. شما رو بغل کنیم و سلام ما رو به همه جوانایی که پشت این کارهای بزرگ برسید. تو حضرت آقا بعد صحبتاشون اومدن برن ایستادن یه لحظه
گفتم من اینجا تشکر کردم ولی تک تک بچه‌ها تشکر بکنید. تاکید کرد. آره تاکید کردم.